من مهردادم و اینجا کانال اسکیور لرنینگ هستش. خیلی خوشحالم که میتونم با یه ویدیو دیگه در خدمتتون باشم. تو این ویدیو قصد دارم در رابطه با توابع کاربردی توی اسکیور سرور با هم دیگه صحبت کنیم. توابع کاربردی یا همون فانکشن ها توی اسکیور سرور وجود دارن که کار ما رو ساده تر بکنن. یا در واقع مایکروسافت اومده این فانکشن ها رو تو دل SQL قرار داده که دستورات ما ساده تر و راحت تر و روانتر نوشته بشه، چه خوندنش چه نوشتنش. و همینطور از نظر پرفورمنسی هم بهینه تره. اونا اپتیمایز شدن و خیلی بهینه تر از منابع سرور استفاده میکنن تا به خروجی مورد نظرشون برسن. ما خودمونم میتونیم فانکشن ها رو بنویسیم، به اونها میگن User Defined Function یا UDF. به عنوان مثلا اگر ما بخوایم یه فانکشنی بنویسیم که یه کاراکتری رو بهش بدیم و بیاد از سمت چپ اون کاراکتر 3 حرفش رو جدا بکنه، خب یه سری پیچیدگی خاصی داره، باید دستورات رو بنویسیم و این فانکشنش رو آماده بکنیم. ولی در صورتی که خود مایکروسافت این چرخ رو برای ما اختراع کرده و به اسم فانکشن left در اختیارمون گذاشته و میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا توضیح فانکشن ها left و right و الباقی فانکشن ها رو جلوتر با هم پیش میبریم. تو این جلسه میخوایم با فانکشن هایی که با رشته و کاراکتر سر کار داره و همچنین با فانکشن هایی که با تاریخ و زمان سر کار داره رو یه تست و بررسی انجام بدیم که ببینیم به چه صورتی هستش. بابت این فانکشن ها من 3 تا گروه آماده کردم و اولیش از استرینگ فانکشن ها یا در واقع همون رشته ای ها هستش. ابتدا میام دیتابیس مهرداد دیبی رو یوز میکنم. خب اولین فانکشنی که میخوایم باهاش آشنا بشیم فانکشن len و دیتا لنت هستش. فانکشن len همونطور که مشخصه یه رشته ای رو میگیره. حالا این میتونه به عنوان یه فیلد از دیتابیسمون باشه، از یه فیلد از یه جدولی باشه، یا میتونه یه مقدار ورودی باشه و کارش اینه که میاد طول رشته رو شمارش میکنه و ما میگه که این رشته ما چند کاراکتره. دیتا لنت همون رشته رو یا اون ورودی که بهش میدیم و میاد به همون میگه که چقدر فضا رو اشغال کرده. به عنوان مثال من اینجا آمدم توی فانکشن len کلمه سلام رو نوشتم. وقتی اجراش میکنم خروجی به من 4 رو نشون میده، یعنی که کلمه سلام 4 کاراکتر رو در بر داره. حالا اگر توی فانکشن دیتا لنت بذارم مقدار فضایی که اشغال کرده رو به من نشون میده که و داره به من نشون میده که 8 بایت فضا اشغال کرده. ممکنه الان براتون سوال پیش بیاد که مگه هر کاراکتر 1 بایت نیست؟ چرا اینجا شده 8 بایت؟ درسته، من توضیحات اینو توی دیتا تایپ ها دادم. لینک ویدیوشو میذارم اینجا، حتما برید ببینید اگه ندیدید که این مطالب به هم پیوسته هستش. خب حالا اگه کاراکتر انگلیسی رو بهش بدم به همین حالت میبینید که اینجا در واقع کاراکتر دیگه طولش با تعدادش برابر شد. یه نکته هم بگم توی مقادیر بلنک، یعنی من اومدم اینجا یه کلمه 2 تا کلمه my string رو نوشتم، بعد از اون یه اسپیسی گذاشتم. توی لن این اسپیس انتها شمارش نمیشه، اینو حواستون باید باشه. ببینید الان داره من 9 نشون میده. اگر با هم بشماریم 2 3 4 5 6 7 8 9 و عملا این دو سه تا اسپیس انتها رو اصلا شمارش نمیکنه. ولی تو دیتا لنت نه، تو دیتا لنت این شمارش اتفاق میفته. 24 بایت فضا اشغال کرده. چند تا کاراکتر داریم؟ این 3 تا اینجا شد 9 تا، این 10 11 و 12 تا 12 کاراکتر داریم که به خاطر یونیکد بودنش ضرب در 2 میشه و 24 بایت فضا رو داره اشغال میکنه. فانکشن بعدی لاور و آپر رو داریم. کاری که میکنه کاراکتر ما رو تبدیل به حروف بزرگ و یا حروف کوچیک میکنه. اگر دقت کنید مای استرینگ من
چند تا حروف بزرگ نوشته شده و چند تا حروف کوچیک و اگر با این فانکشن ها داخل این فانکشن ها بذارمشون یا همه رو تبدیل به حروف بزرگ میکنه یا همه رو تبدیل به حروف کوچیک. فانکشن بعدی آرتریم و التریم هستش. کاری که میکنه فضای خالی از سمت راست و فضای خالی از سمت چپ رو هر کدومشون جداسازی میکنه و در خروجی نشونمون میده. به عنوان مثال من کلمه str رو ابتدا و انتهاش اسپیس گذاشتم با آرتریم، در واقع اینو خروجیشو میگیرم. اگر اینجا اینو سلکت بگیرم و بیارم اینجا این وسط بندازم که نشونمون بده، ببینید آرترین بوده، اسپیس سمت راست رو از بین برده، سمت چپ رو دست نزده. حالا اگر با التریم این کار رو انجام بدم، اجراش نکردم، مجدد من اینو بیام اینجا بندازم، این بار انتها اسپیس داره و سمت چپ رو اومده اسپیسش رو برداشته. حالا اگر بخوایم اسپیس دو طرف رو حذف بکنیم، از فانکشن در واقع تو در تو باید استفاده کنیم. التریم این کلمه رو انداختم توی آرتریم، یعنی اول التریم رو انجام میده، خروجی رو میبره توی فانکشن آرتریم و آرتریمش رو انجام میده. و اگر حالا اینو اجرا بکنم، چپ و راستش به هیچ عنوان دیگه هیچ اسپیسی نداره. خب فانکشن لفت و رایت که اول جلسه یه مثالی هم روش اومدم، کاری که این دوتا فانکشن انجام میده استخراج بخشی از یک رشته از سمت راست یا چپ آن رشته. به عنوان مثال نگاه کنید، من اومدم توی فانکشن لفت کلمه اسم علیرضا رو نوشتم و عدد 3 رو گذاشتم. این عدد 3 در واقع گفته من 3 تا کاراکتر از این علیرضا رو میخوام. 3 تا کاراکترش رو میخوام. از کدوم سمت؟ سمت چپ. سمت چپ حروف فارسی در واقع همین علی میشه، حواستون باشه. اینجا علی سمت راست نوشته شده ها، منظور من این. رایتش چی میشه؟ این بار رضا میشه. این دوتا رو با هم اجرا میکنم. لفت حروف انگلیسی همون ABC میشه. این هم از این فانکشن لفت و رایت. فانکشن بعدی ساب استرینگ هستش. ساب استرینگ همون مثل لفت و رایت عمل میکنه، یه بخشی از اون کاراکتر رو به ما تو خروجی نمایش میده. تفاوتش اینه که از ما میپرسه که کجاش رو میخوایم، یعنی یه نقطه شروع داره. شکل فانکشن به این حالت هستش. ساب استرینگ ورودیمون کاراکتری که شروع میشه، یعنی من از کاراکتر شماره 1 یعنی M به تعداد 2 تا، یعنی عملا خروجی من کلمه مای میشه. مثال ها رو سعی کردم خیلی ساده بنویسم که فهمش هم خیلی راحت بشه. باز اگر سوالی بود حتما توی کامنت ها ازم بپرسید. فانکشن بعدی کریندکس هستش. کریندکس عملیات جستجو روی کاراکتر رو انجام میده و به ازای اون فیلدی که ما میخوایم اولین موقعیتی که به اون میرسه رو بهمون میگه. به عنوان مثال من اینجا گفتم کریندکس دنبال اسپیس میگردم توی این کاراکتر امیر حسین سعیدی. توی امیر حسین سعیدی دنبال اسپیس میگردم. اولین جایی که میبینه شماره کاراکترش رو بهمون میگه. عملا اینجا چنده؟ امیر بعد اسپیس، یعنی پنجمین کاراکتر من اسپیس داره. بعدیا رو دیگه کار نداره، اولیشو میگه. دقت کردین؟ حالا اینجا من کلمه ید رو نوشتم. همچین کلمه یدی فقط توی سعیدی دارم. سعیدی یدش میفته. اگه اینو اجرا کنی کاراکتر 13 هم در واقع یهش رو میگه. کاراکتر 13 هم این یه میشه. اگر چیزی پیدا نکنه خروجی به ما 0 نشون میده. خب پد ایندکس الگو میگیره. اینجا دقیقا دنبال یه کاراکتری بود
که ما بهش میگفتیم. اینجا یه الگو میگیره، میگه اگر این الگو رو پیدا کردم بهت میگم کدوم کاراکتره. توی الگوی اول گفتم که آقا کاراکتر من، اگر حالا من اینجا مثال یه ورودی ساده زدم، گفتم میتونه یه فیلد جدول باشه. اونجا اون وقت قضیه خیلی شفافتر میشه. اینجا توی الگو گفتم که بازه 0 تا 9 شروع بشه، درصد من انتهاست. ابتدا گفته 0 تا 9، یعنی اگر با عدد شروع میشه به من نشونش بده. و دقیقا اینجا با 3A داره شروع میشه، اولین کاراکتر رو میاره. حالا اینجا یه ذره الگو رو عوض کردم، گفتم قبلش برام مهم نیست، بعدش هم برام مهم نیست، ولی حتما کلمه CD رو داشته باشه. اولین جایی که به CD میرسه کاراکتر هفتم هستش. این 2، این 5، این 6، این 7. فانکشن ریپلیس از اسمش مشخصه، یه ورودی داره، بهش میگی که اگر به این آیتم رسیدی با این ریپلیسش کن. عملیات جستجو رو انجام میده. من اینجا علامت دش رو گذاشتم، هر جا که دشتی به جاش اسپیس میذاره. اینجا ای سیمپل من دش داره، ایزشو و ای سیمپلشو با اسپیس نوشت. فانکشن رپلیکیت تکرار میکنه به تعدادی که ما میخوایم. یعنی اینجا من کلمه ABC رو نوشتم، یه عدد 3 گذاشتم، یعنی اینکه ABC رو 3 بار تکرار کن. تو فانکشن بعدی استاف. استاف چیکار میکنه؟ دیدین توی مثلا شماره موبایل ها یا شماره کارت بانکیتون وسطش ستاره میندازه؟ همین فانکشنه. چجوری کار میکنه؟ میگه که آقا کلمه ورودی تو به من بده یا متغیر تو به من بده، از چندمی میخوای این کارو کنی؟ الان من گفتم از دومی، یعنی از ای شروع کن. به تعداد چند کاراکتر حذف کنم؟ گفتم یک، یه دونه رو حذف میکنه. حالا من میخوام بکنمش دوتا. دوتا رو حذف بکن، یعنی ای اس رو حذف بکن، به جای 3 تا ستاره بذار. الان ببینیم عملیات کانکت کردن به دو حالت انجام میشه. یه سری کانکت رو میان با نماد به اضافه انجام میدن، یعنی میاد آقا میگه فرست نیمو به اضافه یه دش بکن، دوباره به اضافه لست نیم بکن. ببینیم چه جوری میکنه. این عملیات میان کانکت کردن، میبینید. ولی خود تابع کانکت هم همین کار رو میکنه. ما یه تابع کانکت هم داریم، دقیقا همین عملیات انجام میده. الان نوشتم که کانکت کن کلمه مایو و این تمام کاراکترهایی که قراره به هم بچسبن رو توی در واقع کانکت هم می‌نویسم. یه تفاوت این دوتا چیه؟ ببینید الان من اینجا کاراکتر رو با نماد به اضافه با هم کانکت کردم، یه بارم با فانکشن کانکت همون مقادیر بالا رو با هم کانکت کردم. خروجی ولی با هم متفاوت میشه. چرا؟ چون این بالا نال داره. وقتی داریم عملیات جمع رو انجام میدیم، اگر همشون از جنس کاراکتر نباشه با ارور روبرو میشه. یعنی اینکه من اگر این نال رو فرض کنیم به جای نال من عدد بزنم بگم 4، باز هم به من خطا میده، چرا که 4 استرینگ نیست، به عنوان اینتیجر داره در نظرش میگیره و من میگه که نمیتونم اینتیجر رو با یه مثلا مقدار که یه استرینگ جمعش کنم. ولی اگر 4 رو بیام تبدیلش کنم به استرینگ، الان دیگه به من خطا نمیده. بنابراین دقت کنید وقتی دارین از علامت نماد به اضافه استفاده میکنید حتما باید مقادیرتون از یک جنس باشه، وگرنه خروجی درستی بهتون نمایش نمیده، یا خطا میده یا اصلا کلا نالش میکنه. نالش کرده به خاطر اینکه اینجا مقدار نال رو داریم. اما توی دومی خود این تابعه اینو میفهمه و عملا چون ناله از بیخی از روی عملا چون ناله از روی این میگذره و میره سراغ مقدار بعدی. خروجی اینو نگاه کنید، با نال اصلا کاری نداشت، دش بی. یا اینجا رو نگاه کنید، گفته که استیتو
یه ستاره بزن، ریجن رو بذار، دوباره یه ستاره بزن، سیتی رو بذار. شهر و استان رو به هم چسبونده. حالا اگر اینجا نال داشته باشه، این ریجنه بعضی جاها ناله، اونایی که ناله دیگه دیتای منو خراب نمیکنه. از روش گذشته، 2 تا ستاره افتاده کنار هم. در رابطه تاریخ و زمان یه توضیح قبل از اینکه این دمو رو شروع کنم بگم. خود SQL یه عملیات کانورتی پشت زمینه انجام میده برای اینکه کار ما رو راحت بکنه. به عنوان مثال ببینید، ما اینجا داریم میگیم که من اومدم یه متغیر x تعریف کردم از جنس اینتیجر و مقدار 2.7 رو بهش دادم. حالا اگر بیام از x من سلکت بگیرم، مقدار اعشارش میپره و یه عدد ثابت میشه. یا تو مثال بعدی اومدم رو اوردر دیتم یه مقدار استرینگ گذاشتم. اگر دقت کنید مقدار استرینگ شبیه تاریخه، 6/5/2016. خود اسکیول اینو میفهمه و میاد این استرینگ منو تبدیل به تاریخ میکنه و شرط منو اعمال میکنه. یا توی متغیر میتونم اینو تعریفش کنم، باز هم همون رفتار رو نشون میده، فرقی نمیکنه. بنابراین میبینید که داره خودش یه کانورشنی انجام میده. اولین و پرکاربردترین فانکشن تاریخ و زمان get date. get date تاریخ جاری یا حال حاضر اونو بهمون میده. میبینید هر لحظه بزنم عوض میشه. فانکشن های year, month, day, time. این 4 تا فانکشن میاد بخش های مختلف تاریخ رو که ما لازم داریم تو خروجی بهمون نمایش میده. به عنوان مثال این ببینید الان اوردر دیت رو انداختم تو فانکشن year. بنابراین چی به من نشون میده؟ فقط سال رو نشون میده. اوردر دیت رو انداختم تو مانت، فقط ماه رو نشون میده و روز فقط روز رو نشون میده. دیگه کل تاریخ رو نشون نمیده. میتونم سر ستاره کنار هم بذارم، 3 تا ستون مجزا درست کنم که تاریخ من. فانکشن دیت نیم میاد عناوین بخش‌های مختلف یه تاریخ رو برای ما تو خروجی نمایش میده که حالتهای مختلفش هم اینجا براتون گذاشتم. من یه چند تاشو تست میکنم. به عنوان مثال ببینید، من این رو به عنوان تاریخ در نظر گرفتم، 15/9/2017. وقتی به دیت نیم میدمش رو حالتهای مختلف، خروجی من این شکلی میشه. وقتی یر میشه، سالش رو به عدد بنویسه، ماهش رو به لاتین نوشته، روزش چندمین روز سال، عنوان هفته رو فرایدی نوشته. همین تابع به ازاش دیت پارت هم وجود داره که میاد این بار بخش‌های مختلف رو عددی بهمون نمایش میده. همون سلکت بالا رو این بار با دیت پارت بنویسم. دیگه به جای سپتامبر عدد 9 رو نوشته، به جای فرایدی عدد 6 رو نوشته. ممکن الان براتون سوال بیاد که فرایدی هفتمین روز هفته است. دقت کنید که تاریخ میلادیه. هفتمین روز هفته میلادی شنبه میشه. اینم یه مثال دیگه از دیت پارت هستش که این بار با یه عدد ثابت رو به عنوان سال در نظر گرفتم و روز و ماه بهش ندادم. وقتی روز و ماه بهش ندم، اما عملیات گفتم یه کانورتی پشت قضیه اتفاق میفته، خودش میاد روز 1 و ماه 1 رو در نظر میگیره، یعنی 1/1/2019 رو در نظر میگیره. خب تابع بعدی دیت اد هستش. تقریبا از اسمش مشخصه، ما میتونیم به تاریخ مورد نظرمون یه تاریخی رو اضافه و یا کم بکنیم. به این صورت عمل میکنه دیت اد. حالا داخلش میتونیم year بگیم، مانت بگیم یا دی بگیم یا حتی ریستارت تا نانو سکند هم امکان پذیره. بعد مقدار بعدی مقداری که میخوایم کم و زیادش کنیم. اگر قرار کم کنیم منفی میذاریم، اگر قرار زیاد کنیم مثبت میذاریم و بعد تاریخ مد نظرمون. به عنوان مثال میتونه حتی get date هم باشه. من اینو 1 رو get date بنویسم.
وقتی get dateش کنم از تاریخ الان من 1 سال افزایش میده. یعنی همین الان رو به اضافه 1 سالش کرد شد 2025. همه رو با هم اجرا میکنم خروجی ببینید. دومی رو 1 سال کاهش داده از 2017 که نوشتم. بعدی رو ماهش رو افزایش داده. دوباره بعدی ماه رو کاهش داده. بعدی روز رو افزایش داده و آخری روز رو کاهش داده. فانکشن بعدی دیت دیف هستش. یعنی که میاد 2 تا تاریخ رو با هم اختلاف گیری میکنه. بر اساس روز بهش گفتم اختلاف بگیر. این تاریخ رو با حال حاضر. یه بارم بالعکسش رو نوشتم. گفتم حال حاضر با این تاریخ. تفاوتش تو منفی مثبت شدنشه. ببینید دومی منفی شد. یعنی در واقع get date و منهای 2013 کرده، واسه همین نزدیک 4000 روز منفی شده. حالا یه چالش میخوام ایجاد کنم. میخوام از شروع جنگ جهانی اول تا به امروز ببینم چند ثانیه گذشته. دیت دیف رو در نظر میگیرم. این تاریخ جنگ جهانی اوله، تاریخ شروعش، اینم get date. وقتی اجرا میکنم خطا دریافت میکنم. خطای داره به من چی میگه؟ میگه که آورفلو شد. عدد من انقدر داره بزرگ میشه چون بر اساس ثانیه است، اختلافم زیاد. 2914 تا 2024 اختلاف انقدر زیاده، عدد من انقدر گنده میشه که آورفلو میشه، یعنی نمیتونه توی خودش جا بده. مایکروسافت اومده از اسکیول 2016 به بعد این فانکشن رو یه ویرایشی روش انجام داده و دیت دیف آندرلاین بیگ رو آماده کرده و اگر توی این تابه بذاریمش خروجی ما نمایش داده میشه. یه فانکشن دیگه هم داریم که فقط روی دیت کار میکنه. بهمون میگه که این تاریخی که داریم وارد میکنیم معتبر هست یا نه. بر اساس دیت تایم و دیت تایم کار میکنه. اگر درست باشه خروجی 1، اگر درست نباشه خروجی 0. یعنی چی درست نباشه؟ نگاه کنید الان این 2 تا تاریخ رو با هم مقایسه میکنیم. 2 تا تاریخ متفاوته. اولی خروجیش 1 شد، دومی خروجیش 0 شد. چرا 0 شد؟ این مگه تاریخ نیست؟ اگر 4 تا رو به عنوان سال در نظر بگیرم، سال 2000 ماه میشه 21. بعد روزم هم میشه 2. در صورتی که 0 تو نیاز دارم. ماه 21 که نداریم، خودش یه ایراد. روزم یه رقمی شد. این عملا بس یه رقم کلا کم داره. خب دومی چی؟ سومی نگاه کنید. گفته که 1752 02 12. به نظر درست میاد. 12 فوریه 1752. ایز دیتش رو بگیرم. خروجی 0 شد. چرا؟ تاریخ من درسته. نکتهش تو این دیت تایم میشه. اون جلسه ای که راجع به دیت تایپ ها صحبت کردم، بذارین تصویرش رو بیارم. تو اون جلسه من گفتم که دیت تایپ دیت تایم نهایت میتونه بازه 1753 تا 9999 رو ساپورت کنه. این عدد ما کیه؟ 1752. به دلیل اینکه 1 سال کمتره عملا از بازش خارجه. این برای عنوان تاریخ معتبر اینو حساب نمی‌کنه. چهارمی چی؟ این چرا 0؟ فوریه 31 روز نیست. بنابراین با این فانکشن با ایزدیت میتونیم بفهمیم که تاریخی که داره وارد سیستممون میشه آیا معتبر هست یا نه. دموی آخر رو ببینیم. ابتدا مهرداد دیبی رو یوز میکنم. تو این دمو در رابطه با کانورت ها میخوایم صحبت کنیم. 2 تا فانکشن کس و کانورت هستش که عملیات کانورت دیتا تایپ رو از نوعی به نوع دیگه انجام میده.
سینتکسشون یه کوچولو با هم متفاوته، هر دوش رو اینجا گذاشتم، حالا توی دموها با هم میبینیم. الان من یه عدد 9.5 رو در نظر گرفتم، یک بار با کست یک بار با کانورت روش عملیات انجام دادم، ببینیم که چه رفتاری نشون میده. با کست اومدم گفتم که 9.5 من رو تبدیل به اینتیجرش کن، به این حالت میشه سینتکسش. و یک بار اومدم گفتم که مجدد کست کن 9.5 رو به صورت دسیمال با اعشار 4 رقم، و همین خروجی رو این بار یک بارم با کانورت در نظر گرفتم، با تابع کانورت که بهش گفتم که کانورت کن. این بار اول دیتا تایپ رو میگیره، خروجی من به صورت اینتیجر باشه و عددی که در نظر گرفتم 9.5 هستش، یعنی ورودی 9.5 و خروجی به صورت اینتیجر. دوباره کانورت رو بهش دادم، گفتم خروجی به صورت دسیمال 6 و 4 باشه و مقدار ورودی 9.5 باشه، که اگر این دوتا رو با هم اجرا کنم میبینید که کانورت که انجام داده 9.5 رو تبدیل به 9 کرده برای اینتیجر و به صورت دسیمال به این حالت اعشاری با 4 رقم اعشار تبدیلش کرده. تفاوتی با کانورت نداره، خروجی ها یکسان هستش و اتفاق خاصی روشون نیفتاده. این بار میام روی جدول اوردرز مثال رو پیش میبرم. یه شرطی گذاشتم روی اوردر دیتا، یک بار با کست این مقدار رو گفتم که تبدیلش کنه به دیت تایم و یک بار با کانورت گفتم که خروجیم دیت تایم باشه و مقدار ورودی این استرینگ باشه، که اگر هر دو رو با هم اجرا کنیم نتایج یکسانه و هر دو داره به یک شکل عمل میکنه. و اگر دقت کنید میبینید که این عدد رو منو تبدیل به دیت تایم کرده و برابر با ولیو اوردر دیت من قرار داده. یه نکته هم در انتهای این کانورت بگم که توی دموی قبل اگه خاطرتون باشه توضیح دادم که اگر میخوایم از کانکت استفاده کنیم و به صورت علامت به اضافه یا پلاس اینا رو با هم کانکتشون کنیم، حتما باید مقادیر یکسان رو با هم جمع بزنیم. الان من دیکلیر کردم یه متغیر x رو به صورت اینتیجر، ورودی 100 رو بهش دادم و اومدم گفتم که این x منو در واقع پلاس کن با یا همون کانکتش کن با استرینگ تکست. خب اینو تو دموی قبل دیدیم که خطا میده و نمیتونه این دوتا دیتا تایپ متفاوت رو با هم جمع بزنه و نمیتونه با هم کانکتش کنه. اما از فانکشن کست یا کانورت وقتی استفاده کنیم این اتفاقی میتونه بیفته. من اومدم اینجا گفتم که متغیر x منو به ورکر 5 تبدیل کن و حالا کانکتش کن با تست و این بار به من خروجی میده. خب به انتهای ویدیوی این جلسه‌مون رسیدیم. ادامه فانکشن رو تو جلسه بعد با هم پیش بینیم. حتما ما رو دنبال بکنید و قسمت بعدی هم که راجع به فانکشن ها هست ببینید. و در انتها هم ازتون خواهش میکنم که اگر این ویدیو تونسته براتون یک نکته مثبتی داشته باشه حتما اون رو لایکش کنید، به دوستاتون به اشتراک بگذارید، کانالمون هم سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید که اگر ویدیوی جدیدی آپلود میکنم حتما خبردار بشید. ممنونم، موفق باشید، خدا نگهدار.